در تاجیکستان ساختمان قسمت پایانی سربند نیروگاه راغون به پایان رسیده است که انجام یک مرحله مهم ساختمان بزرگترین نیروگاه برقی آبی در آسیای مرکزی به حساب می رود. یک منبع در جمعیت سهامی نیروگاه برقی آبی راغون روز 15 ایون بر رادیو آزادی گفت شرکت ایتالیایی سالینی ایمپرجیلو قسمت پایانی سد رخنه‌ناپذیر را که 35,000 متر مربع را تشکیل می‌دهد با استفاده از 2.7 میلیون متر مکعب سنگریزه بنیاد کرده است. هدف از تکمیل این قسمت سد کاملا بستن مجرای آب رودخانه وخش است که در فصل تابستان سیراب می شود. اکنون مجرای وخش را از طریق دو نقب به سمت چپ وادی جاری کردند تا کارگران توانند به بنیاد شروع سد اساسی در بستر خشک رودخانه شروع کنند. دولت تاجیکستان ماه اکتبر سال 2016 با برگزاری یک مراسم باشکوه و با حضور رئیس جمهور امامعلی رحمان مجرای رودخانه وخش را بست. نیروگاه برقی آبی راغون که طرح تقریباً 4 میلیارد دلار در تاجیکستان است، در صورت تکمیل استحصال نیروی برق در کشور را 2 برابر بیشتر می‌کند. خود سد راغون با بلندی 335 متر بلندترین در جهان می شود. نیروگاه راغون 6 توربین 600 مگاواتی خواهد داشت و با توانایی 3600 مگاوات قدرتمندترین نیروگاه در آسیای مرکزی می شود. قرار است قسمت اول سد اساسی نیروگاه راغون ماه ایولی سال 2018 و اپریل سال 2019 تکمیل شود و اجازه بدهد که 2 توربین نیروگاه به استحصال نیروی برق شروع کنند و نیاز داخلی تاجیکستان به نیروی برق را برآورده سازند. ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون که آن را امامعلی رحمان مسئله حیات و ممات تاجیکستان نامیده است، سالهای شوروی شروع شده است. به دلیل جنگ شهروندی، نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایاناب آسیای مرکزی، حکومت تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع کرد.